اصولاً بلاتینگ یعنی اثر گذاشتن روی کاغذ، اثر جوهر مانند. اینو میگن بلاتینگ. تکنیک های بلاتینگ شامل ساترن بلاتینگ، نورتر بلاتینگ، وستر بلاتینگه. اولین بار اینی که میگن ساترن بلات، نورتن بلات، وسترن بلات. ساترن بلات برای دیتکت دی ان ای بوده، نورتن برای دیتکت آر ان ای و وسترن برای دیتکت پروتئین بوده. به این دلیل این نامگذاری انجام شده چون اولین بار پروفسوری به نام ادوین ساترن اومده دی ان ای رو توسط تکنیک بلاتینگ دیتکت کرده. بعد به احترام ایشون بعدن که آر ان ای و پروتئین هم تونستن با این روش بلاتینگ دیتکت بکنن، وسترن بلات مثلا اسمشو گذاشتن. در حالی که مثلا در مورد وسترن بلات میدونم که پروفسور دیگه‌ای به اسم داگلاس لیک اونو متوجه شده و تونسته بلاتینگ پروتئین رو بذاره. کلا وسترن بلات چی هست؟ تکنیکی که توسط ما پروتئین ها رو توسط یک ژل از همدیگه جدا سازی میکنیم توی دستگاه الکتروفورز و یک پروتئین خاص رو از اون مجموعه پروتئین، از اون توتال پروتئین با آنتیبادی مجزا میکنیم. کلاً محققین میتونن توسط وسترن بلات هم وزن مولکولی پروتئین متوجه بشن و هم میزان بیان یه پروتئین تو هر کدوم از نمونه هایی که داشته باشن میتونن متوجه بشن. SDS پیج یعنی سدیم 2 دسیل سولفات پلی آکرینامید ژل الکتروفورزس. SDS ماده‌ای که خیلی توی وسترن بلات استفاده میشه، یعنی ماده اصلیه برای جدا کردن پروتئین ها و بار منفی دادن به اونها. پیج هم در واقع پلی آکرینامید ژل، یه ژلیه که خیلی ژل نازکیه و توسط دستگاه الکتروفورز این جریان برقرار میشه و پروتئین ها به صورت پلکانی جدا میشن. بعد از اینکه پروتئین ها توسط SDS پیج از همدیگه جدا شدن، کل پروتئین ها، توتال پروتئین، منتقل میشن روی یک ورق تقریبا کاغذی به نام نیتروسلولوز ممبرین یا PVDF. نیتروسلولوز ممبرین ارزونتره، در دسترس تره، منتها خطرش اینه که اگه زمان طولانی الکتروفورز ما طول بکشه، انتقال از ژل به کاغذ نیتروسلولوز ممکن است کاغذ نیتروسلولوز عبور کنه. اما PVDF یه نوع سنتتیک پلیوینیله و زمانم طول بکشه پروتئین توی اون ممبرین باقی میمونه، اما هم گرونتره و هم قبلش لازمه توی الکل قرار بگیره، یه ساعتی باید توی الکل قرار بگیره. بعد پروتئین ها منتقل میشن از ژل به اون ممبرین و ما روی ممبرینه که میتونیم آنتیبادی بذاریم. حالا قبل از اینکه روی ممبرین آنتیبادی بذاریم، یا عالمه پروتئین اونجاست، دقیقاً عین ایمونوهیستوشیمی ما باید یه سری رو بلاک کنیم، یه سری پروتئینا رو باید بلاک بکنیم، به خاطر اینکه آنتیبادی ما ناحیه افسیش تمایل داره به خیلی جاهای دیگه متصل بشه. ما فقط باید ناحیه تخصصی رو خالی بذاریم. برای همین از بلاک کننده استفاده می‌کنیم. بلاک کننده‌های مختلف استفاده میشه. اونجا BSA استفاده میشد توی ایمونوهیستوشیمی. از بومین سرم آلبومین استفاده می‌کردیم که می اومدیم و بلاک می‌کردیم. اینجا یا از کازئین استفاده می‌کنیم یا می‌تونیم از BSA هم استفاده کنیم، اما بهترین بلاتینگ برای وسترن بلات اسکیم میلکه. اسکیم میلک رو می‌تونیم برای بلاتینگ استفاده بکنیم. بعد از اینکه بلاک کردیم پروتئین‌های اضافه رو، ما میایم آنتیبادی می‌ذاریم، آنتیبادی توی ناحیه می‌ذاریم، آنتیبادی اولیه که بره متصل بشه به اون ناحیه اپیتوپ خودش روی آنتیژن، این قفل و کلید در هم دیگه فرو برن، و بعد میایم آنتیبادی ثانویه رو میذاریم. اینجا هم روش دایرکت و این دایرکت رو داریم که بیشتر از روش این دایرکت استفاده میکنیم. آنتیبادی ثانویه معمولا توسط یک آنزیم یا یک ماده فلورسنت لیبل شده است که برای لیبل شدن با آنزیم ما میتونیم از رنگای کروموژن استفاده کنیم، ممبرینمون رنگ بشه ببینیم، یا میتونیم از فیلم‌های رادیوگرافی استفاده کنیم. اگه لیبلینگمون با ماده فلورسنت باشه، نیاز به دستگاه مخصوص داره که توی ایران کم جاهایی پیدا میشن که داشته باشن، چون با میکروسکوپ نمیتونیم ما ممبرین رو ببینیم با میکروسکوپ فلورسنت. پس آنتیبادی ثانویه‌مون لیبل میشه معمولاً اصولاً بیشتر اوقات با یه آنزیم
و بعد که با یه آنزیم لیبل شد، آنتیبادی ثانویه رو که ما گذاشتیم، سوبسترای مناسب اون آنزیم رو میذاریم، در نتیجه رنگ ایجاد میشه که یا کروموژن ما روی ممبرین میبینیم یا اینکه باید منتقل بشه روی فیلم رادیولوژی و ما توسط دستگاه‌های رادیولوژی ببینیم. قبل از اینکه STS پیج بذاریم باید پروتئینمون رو استخراج کنیم. برای استخراج پروتئین از سلول‌های کش داده شده پروتئین رو جدا می‌کنیم یا از بافت جدا می‌کنیم. معمولاً از بافت توتال پروتئین بیشتری جدا میشه نسبت به سلول‌ها. برای این کار ما نیاز داریم از بافری استفاده کنیم که بهش میگن لایزیس بافر. لایزیس بافر حاوی موادیه که قادر سلول رو لیز کنه، هسته رو لیز کنه و پروتئینا رو ازش خارج بکنه. بعد از اینکه لایزیس بافر رو ریختیم، چون همزمان باهاش آنزیما هم فعال میشن، پروتئاز ها فعال میشن و پروتئین رو میخوان از بین ببرن، توی اون لایزیس بافرمون کوکتیل آنتی پروتئاز هم میریزیم و بافری که به دست میاد اسمش ریپا بافره که هم حاوی لایزیس بافره هم حاوی کوکتیل آنتی پروتئازه. لایزیس بافر رو میریزیم روی نمونمون، چیزی حدود 45 دقیقه روی یخ نگه همش میزنیم. وقتی که هم زدیم 45 دقیقه تا 1 ساعت روی یخ تا کلا لایزیس بافر اثر کنه و پروتئینامون از هسته و از سیتوپلاسم و از غشا خارج بشن. وقتی که خارج شدن ما میایم اون رو سانتریفیوژ میکنیم. سانتریفیوژ که کردیم توی 4 درجه سانتیگراد، در سانتریفیوژ یخچالدار باید این کار رو بکنیم. سانتریفیوژ که کردیم مایع رویی رو برمی‌داریم، اون دبریای زیر رو دور می‌ریزیم. اون مایع رویی در واقع پروتئین ماست. منتها ما نمیتونیم هر چقدر که دلمون خواست، بر حسب اینکه میزان نمونه چقدر باشه، معمولا توی بافتا 200 ماکرولیتر لایزیس بافر اضافه میکنیم. توی سلول حداکثر 50 ماکرولیتر اضافه میکنیم. وگرنه انقدر پروتئینمون رقیق میشه که توتال پروتئینمون هم کم میشه دیگه، چه برسه پروتئین اختصاصیمون. پروتئین رو برمی‌داریم و توی فریزر میتونیم نگهداری کنیم تا بعد استفاده کنیم. منتها قبل از اینکه پروتئینمون رو فریز بکنیم تا همه امکاناتمون فراهم بشه بتونیم پروتئین رو دیتکت بکنیم، پروتئین رو باید کانسنتریت بکنیم، یعنی بفهمیم غلظت پروتئین ما چقدره. چون اگر توتال پروتئین از 15 ماکروگرم کمتر باشه توی اون میزانی، توی اون 25 ماکرولیتری که توی چاهک ها میریزیم، هیچ جواب این ما نمیتونیم بگیریم. حداقل ما چیزی بین 50 تا 60 ماکروگرم باید پروتئین داشته باشیم که بتونیم باندی بگیریم. بعضیا میتونن مثلا با 20 ماکروگرم هم بگیرن، ولی زیر 15 اصلا امکان نداره ما بتونیم باند بگیریم. برای همین باید پروتئین رو کانسنتریت بکنیم، غلظتش متوجه بشیم. اگر غلظت خیلی کم بود اصلا دیگه لزومی نداره ما بریم سمت اینکه STS پیج بزنیم، چون هدر دادن متریالی که برای لایزیس بافر بود اینجا الان برای شما گذاشتم. لایزیس بافر شامل ترکیباتی مثل تریسی که با pHش بازی باشه و محلول NaCl، محلول های دترژانت ها قادرن قشا رو بشکنن، دینچوره کنن پروتئین ها رو. دترژانت های ما ممکنه یونیزه باشن یا نان یونیزه باشن، مثلا تریتون اکسد نان یونیزه است. STS که سدیم 2 دسیل سولفاته یونیزه است. STS اینجا میتونه به عنوان یک محلول دترژانت عمل کنه و لیز هم بکنه. بعد یه محلول دیگه هم هست به اسم DTT هم لایزیس بافر هست ولی اونقدر قوی نیست. فقط STS باندها رو از همدیگه جدا میکنه، پروتئین ها رو جدا میکنه، اونا رو به شکل ساده پروتئین تبدیل میکنه. DTT که اضافه بشه، DTT توی لایزیس بافر اجازه نمیده پروتئین ها دوباره برن به هم دیگه متصل بشن و باندهای دیسولفید تشکیل بدن. یعنی پپتیدها رو با باندهای دیسولفید از همدیگه جدا میکنه STS. DTT مانع اتصال مجددشون میشه. اینا موادی هستن که به عنوان لایزیس بافر و دترژانت ها استفاده میشن و توی بافرهای الکتروفورز هم استفاده میشن. گفتم که کوکتیل آنتی پروتئاز هم استفاده میکنیم مثل PMSF، مثل لئوپپتین و انواع آنتی پروتئاز ها که به صورت یک کوکتیلن و مجموعه اینا رو اضافه میکنیم به لایزیس بافرمون تا ریپا بافر رو به وجود بیاریم. پس استخراج به این شکل صورت گرفت، کانسنتریت انجام دادیم. حالا ما پروتئینمون رو داریم. حالا این پروتئینمون رو میخوایم توی فریزر نگه داریم. قبل از اینکه بخوایم توی فریزر نگه داریم
پروتئینمون رو باید لود بکنیم که اگه خواستیم از دستگاه الکتروفورز استفاده کنیم پروتئین وزن بگیره، سنگین بشه. پس باید محلولی به اسم لودینگ بافر استفاده کنیم. لودینگ بافر محلولیه که اضافه میشه به پروتئین که پروتئین رو توی الکتروفورز سنگین کنه و پروتئین راحت بیاد پایین، توی ژل راحت بیاد پایین. شامل STS DTT که STS باز تخریب میکنه، دنچور میکنه، DTT اجازه نمیده باندهای دیسولفید تشکیل بشن. گلیسرول وزن میده، سنگین میکنه، لودش میکنه و یک رنگ به اسم ترکینگ دای که بروموفونول، معمولا یه رنگی به اسم بروموفونول که رنگ آبی میده به نمونه. ما میایم این لودینگ بافر رو با نمونه هامون ترکیب میکنیم. اگر نمونه ها رو از کشت گرفته باشیم، چون میزان پروتئینمون کمه، لودینگ بافر مثلا 5x استفاده میکنیم. یعنی یه میزان لودینگ بافر 5 برابرش پروتئین. اما اگه از بافت گرفته باشیم 2x هم میتونیم استفاده کنیم، نصف. یعنی اگر نمونه پروتئینمون میخوایم توی دستگاه الکتروفورز بذاریم 15 ماکرولیتر میتونیم پروتئین بذاریم، 15 ماکرولیتر لودینگ بافر، 2x استفاده میکنیم. اما اگه از سلول گرفته باشیم 4 برابر 5 برابر گاهی پروتئین استفاده میکنیم و 1 برابر لودینگ بافر. لودینگ بافر رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه لودینگ بافر رو اضافه کردیم اون موقع میتونیم تو دستگاه الکتروفورز بذاریم و کار کنیم و میتونیم هم نگهش داریم توی فریزر تا بعداً استفاده کنیم. به جای DTT میتونیم مرکاپتو اتانول هم اضافه استفاده بکنیم. جای DTT میتونیم اینو استفاده بکنیم. نمونه های ما آماده شد. نمونه رو وقتی گذاشتیم تو لودینگ بافر توی میکروتیوب قرار میدیم. مثلا ما نمونهمون بافت بوده، 15 ماکرولیتر لودینگ بافره، 15 ماکرولیتر نمونه پروتئینی که به دست آوردیم. اینا رو میذاریم توی میکروتیوب، حرارت میدیم توی دستگاه به اسم ترمومیکسر، یا حتی میتونیم بچینیم توی رک، بذاریم توی بشر زیرش چراغ الکلی تا جوش بیاد، مثلا 98 درجه سانتیگراد. وقتی که جوش اومد پروتئین کامل دینچور میشه و از اشکال متفاوت پروتئین باندهای دیسولفید کامل جدا میشه، به شکل یک یا شکل ساده پروتئین تبدیل میشه. بعد از اینکه ما این کارا رو کردیم توی همون لودینگ بافر رو توی این بافرهایی که درست میکنیم STS باعث میشه که تمام پروتئین های ما بار منفی بگیره. وقتی بار منفی بده اینا میرن به سمت مثبت. پس وقتی بار یکسان باشه بر اساس سایز و وزن پروتئین ها توی STS پیج توی ژل الکتروفورز جابجا میشن. خب ما پروتئینامون رو آماده کردیم، حالا قرار ژلامون رو آماده بکنیم. برای آماده کردن ژل ها ما 2 تا ژل داریم. 2 تا شیشه خیلی کوچولوئه که فضای کوچیکی بین این 2 تا شیشه وجود داره. فضای خیلی باریکی مثلا به حد میلیمتر بین اینا وجود داره که یه ژل نازک بینشون درست بشه. این 2 تا شیشه صاف نمیچسبن به هم. یه اسپیس بار وجود داره که فضای بین 2 تا ایجاد میکنه. ما میایم 2 تا ژل باید درست کنیم. یک ژل پایینی یا لوئر، یک ژل بالایی یا آپر. برای ژل پایینی یا لوئر میایم از مواد استفاده میکنیم، از آکریلامید، بیساکریلامید، تریس استفاده میکنیم و ژلی رو درست میکنیم. درصد آب کمتر، آب هم توشه. ژلی رو درست میکنیم که درصدش بر حسب وزن پروتئین ما متفاوته. اگر پروتئین ما زیر 10 کیلو دالتون باشه ما ژلی رو استفاده میکنیم که مایعش زیاد باشه، آبش زیاد باشه، سوراخاش بزرگ باشه، پروتئین بتونه بیاد پایین. مثلا ژل 7% استفاده کنیم، ژل 4% استفاده کنیم، ژل 5% استفاده میکنیم. اگر پروتئین های ما وزنشون کم باشه، زیر 100 کیلو دالتون، زیر 50 کیلو دالتون باشه، میایم از ژل مثلا 12%، 16% استفاده میکنیم. آبش کمتره، تخلخلای ژل کمترن، در نتیجه پروتئین های با وزن کم ازش میتونن پایین بیان. پس بر حسب وزن پروتئینمون لوئر ژلمون که ریزولوینگ ژل هم بهش میگن ممکنه 10% باشه، 12% باشه، 16% باشه، 7% یا 4% باشه. هر چقدر درصد ژلمون کمتر باشه ژل شکننده تره، یعنی که آبش بیشتره، مایعش بیشتره و زودتر پاره میشه. ژل بالایی که بهش میگن آپر ژل که اینجاست، آپر ژل هم باز از موادی استفاده میکنیم، ژل کمتر درست میکنیم از همین موادی که استفاده شد. APS مثلا استفاده میکنیم،
باز STS استفاده میکنیم، آکریلامید، بیساکریلامید استفاده میکنیم. APS معمولا 1% اینجا استفاده میکنیم و ژلی رو درست میکنیم که معمولا بین 4 تا 5%. آپر ژل تو همه یکیه. حالا وزن پروتئین ما میخواد زیاد باشه یا وزن پروتئینمون کم باشه، آپر ژل در همه موارد یکیه. ما لوئر ژل رو درست میکنیم و زیرش چون ممکن از شیشه ژل عبور کنه یه سیل درست میکنیم. برای این سیل موادی رو درست میکنیم که ژل غلیظتری داشته باشن. ما میتونیم ژل PCR رو اینجا بذاریم یا میتونیم APS 10% استفاده کنیم اینجا بریزیم، سریع میبنده. در نتیجه یه عایقی اون زیر به وجود میاد که لوئر ژلمون رو که میریزیم، لوئر ژل تا وقتی که میبنده از اونجا لیک نکنه خارج بشه. لوئر ژل رو میریزیم، یه کمی صبر میکنیم، بعد که لوئر ژل بست آپر ژل رو درست میکنیم. آپر ژل رو میریزیم و یه شونه فرو میکنیم اون تو. بر حسب تعداد نمونه های ما دندونه های شونمون ممکنه زیاد باشه یا کم باشه. صبر میکنیم تا ژل ببنده. بعد که ژل بست توی این 2 لایه شیشه که ژل ماست میایم ژل رو با همون لایه های شیشه میذاریم توی تانک که توش بافر هست، بافر الکتروفورزی که درست کردیم. شونه رو میکشیم بیرون. وقتی شونه رو کشیدیم بیرون توسط دندونه های شونه چاهک هایی درست شده. تو اولین چاهکمون پروتئین مارکرمون رو میریزیم که پروتئین مارکریه که یا رنگین کمونیه یا آبی رنگه و پروتئین های با وزن خاص رو نشون میده. مثلا از 15 کیلو دالتون شروع میشه، 20 کیلو دالتون، 30 کیلو دالتون به صورت لدر و نردبانی میاد بالا. پروتئین ما جلوی هر کدوم اینا که قرار باشه ما بر اساس اون میگیم خب مثلا کاسپیس 37 کیلو دالتونه، پس این پروتئینی که دیتکت شده روبروی اون باند 37 پس همون کاسپیز منه. پس توی چاهک اول پروتئین مارکر رو میریزیم. برای پروتئین مارکرمون هم با لودینگ بافر ترکیب میکنیم. معمولا 2 مایکرولیتر پروتئین مارکر اضافه میکنیم به 15 مایکرولیتر لودینگ بافر و توی چاهک اول اضافه میکنیم. توی چاهک های بعدیمون پروتئینامون اضافه میذاریم. تو هر چاهک پروتئین میزان پروتئین هایی که توی چاهک ها باید بریزیم برابر باید باشه. مثلا اگر توی این چاهک من 50 ماکرولیتر ریختم توی اینم باید 50 ماکرولیتر بریزم، وگرنه خب معلومه که خود به خود اگه توی این 50 بریزم توی این 20 بریزم این باند قوی تر رو به من میده. برای همین میزان پروتئینی که توی چاهک ها میریزیم باید برابر باشه. اینجا ما با لودینگ بافرمون مخلوط کردیم چیزی حدود 25 تا 30 ماکرولیتر ترکیب پروتئین و لودینگ بافر رو توی هر کدوم از این چاهک ها میریزیم، چون بیشتر از این بریزیم لیک میکنه. و بعد دستگاه رو به برق وصل میکنیم و دستگاه رو روشن میکنیم. پروتئینامون دنچور شده بودن با حرارت و لودینگ بافر. توی چاهک ها جریان که وصل میشه پروتئین شروع میکنه به صورت دندونه پایین میاد و ران میشه. پروتئین های با وزن سنگین‌تر میمونن بالا، پروتئین های با وزن کوچکتر میان پایین. بر حسب تخلخلایی هم که توی ژل داره این میزان فرق میکنه. این قسمت رو تموم میکنم. توی پاورپوینت بعدی مبحث رو ادامه میدم.